جان دیدی من، مادر تاج سر من، دنیا روشن و زیباست وقتی هستی بری من. خدا گویم خدا جان، مرا دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارش خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوم خاکی پایت مادری جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوم خاکی پایت مادری جان. شوم خاکی پایت مادری جان. مادر جان دیدی من، مادر تاج سر من، دنیا روشن و زیباست وقتی هستی بری من. خدا گویم خدا جان، مرا دادی مادر جان، همیشه در پناهت نگاه دارش خدا جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوم خاکی پایت مادری جان. کسی جایت نگیرد مادری جان، من میمیرم برایت مادری جان. برای من عزیز مهربانی، شوم خاکی پایت مادری جان. شوم خاکی پایت مادری جان. زندگی را دوست دارم از برای مادرم، از برای آن که مادرم هست بالای سرم. ای خدای مهربان تو نگه دار مادرم، من ببینم درد و غم لیک نبیند مادرم. السلام علیکم دوستان، بیننده ها، تماشابینان عزیز. امروز ما قرار داریم در دهه اقصای عزیز و عظیم برای تبریک کردن به خانواده شادروان، معلم، آموزگار، فرمان بابا آمدیم که امروز مادر عزیزی خاندان جشن زادروز دارند. نازی گل بیبی امروز تبریکات رو از نام تمام فرزندان تبریک میگویم و پیشکش شما میکنیم و همراه ما باشید. ما سر هر استگیم چارس استگیم چارسın topken menga taş otken canını otken darchiksam yonimda mutab yotgan bu mening onam mening onam. السلام علیکم زنبانوان، مادران عزیز، خوش و تبار نزدیکان، همه شمایان را به خاندان شادروان، استاد و آموزگار، به خانواده فرمان بابا خیر مقدم میگویم. خوش آمدیدتان. امروز جشن زادروز یکی از آن کهنسالترین دهه اقصای مادر عزیز نازی گل بیبی شده ایستاده است. برایشون قرصک میزنیم، برنامه تکلیف میکنیم. مرحبا آنها جان عزیز، شما رو برنامه تکلیف میکنیم. مرحبا نازی گل بیبی، زادروز مبارک. روز تولد را امروز روز خورسندی را برایتان مبارکباد میگویم. یعنی فرزندان بیایید یا نشان نزدیکتر. مرحبا فرزندان بیایید یا نشان نازی گل بیبی، زادروز مبارک. اله 120 ساله شوید. در سر همین دهه اقصای عظیم یکی از آن پیرهای دعاگوی شده گشتن برای شما نصیب کند. امروز شما را از نام فرزندان عزیز، از نام شاپسر و دختران نازنینتان، از نام داماد و کیرین ها، از نام نبیره های شیرین صدقاً تبریک میگویم. بگذار همیشه صحت، سلامت و سالم دعاگوی شده گردید.
حاضر همراهی فرزندان صحبت کردیم. گفتن مادر ما، بهشتی خاندان ما، آنه جان دعاگوی ما امروز زادرس دارد. خدا رحمت کند پدر عزیزم را که من طول چندین سالها همچون آموزگار، همچون استاد برای تمام نسل نورس تعلیم دادن، درس دادن و امروز باشد در قید حیات نیستند. خدا رحمت کند، شایسته جنت کند پدر عزیزمان را. از خداوند میپرسیم برای مادرم عمر دوام، عمر درازی، دولت پیری و خوشبختی های زندگی و صحت سلامتی. و برای آنجان ما رسانید که زیتو دارم، برای تو دلم گم میزند مادر. برای هر صدای تو دلم گم میزند مادر. اگر یک خنده ات بینم شود صد تسکینم. برای خنده های تو دلم گم میزند مادر. امروز نازیگل ببین، از همه انسانی خوشبخت‌ترین و باقی دهه آقصای شما هستید که خطا نمیکنیم. ببینید فرزندان در اطرافتان پروانه، نبیره های بیشمار، عبیره های شیرین، دعای نیکی شما را برای گرفتن تیار هستند. خدا کند در سر فرزندها در این سن و سال مبارک حاجیانه شده گشتن برای شما نصیب کند. بگویند میرسد فارم به گوشم الله‌های مادرم، زندگی رنگین برایم با دعای مادرم. روزه و رضوان جانم در نگاه گرم اوست، شادی های روزگاری من عطای مادرم. زیر شهبالی محبت های او گشتم کلان، گیرمو بر دیده مالم خاک پاکی مادرم. بس کشد باری گرانی زحمتم را صبح و شام، که ایستا گویم چی کردم من برای مادرم. حالا هستن فرزندان، خدا زیاده کند. بگذار علم خیلی در اطرافتان پروانه شد، دعای نیکی شما را گرفته گشتن فرزندان برای شما نصیب کند. بار دیگر تکرار میکنیم نازیگل ببی، از همه انسانی بایترین هستید. اینها میخواهم فقط از شما دعای نیک گیرند و همیشه در سر همین جگربندان خود دعاگوی سر آنها باشید. باز ما تا در آمد صحبت کردیم ببی جان، گفتم ما همه خورد بودیم، همه مایده بودیم. جشن زادروزی مادرم میشد در زمستان، برفای بلند میبارید و با جشن میگرفتیم. خدا رحمتی پدرم زنده بودن و با انامین همه فرزندان در سر یک دسترخوان می نشستیم. افسانه ها، آن گفتاری های قدیمه آنها را گوش میکردیم و امروز باشد ما یاد میکنیم آن سخنها را. آن دمها که غنیمت بود است و هر لحظه های زندگی غنیمت بود است. بیهوده نگفتند این لحظه های بیغمی همش غنیمت است. بگذار همیشه در سر فرزندان سایبان باشید و دعاگوی تاج سر طلایی فرزندان باشید. زمین و آسمانی من توی مادر، توی مادر، جهانی بیکرانی من توی مادر، توی مادر. در این دنیای بیرحمی و بیمهری است بنیادش، یگانه مهربانی من توی مادر، توی مادر. بار دیگر امروز زادروزتان مبارک باشد. امروز روزی خرسندی است. همه نیتها، همه آرزوها، همه اعتبار برای شما است مادر عزیز. و البته دستگل زیبا داریم از نام تمام فرزندان پیشکش قدم‌های شما میکنیم. بگذار بهیش در زیر قدم مادران است. با قرصک‌ها تقدیم میکنیم. مبارک باشد. مرحبا. اکنون باشد کتاب خدمت بهاترین با نام کتاب قرآن پیشکش میکنیم. مرحبا. یک جایت زادروز مبارک. هر استگیم چارسını topgan, menga tosh otgan, jonini otgan, bir chiqsam yonimda mukrab yotgan, bu mening onam, bu mening onam. فرزندان دو در هفته است. همراهی مادر یک جای شیرینی را میبریم. بگذار مادر شیرین 120 ساله شوند. مرحبا. یک جای تارتارا نزدیکتر میبریم، بعد از آن میبریم و تداول میکنیم. مرحبا. مادر 80 ساله زادروز مبارک. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше.
сцене. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения льются поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения. Mavlana var, güzel ediyor imadarını, belli bir. Mehmonon یک لحظه به نزدیکی از اینترنت یک چیز رو گوش کردم میگوید برای همه فرزند اولین خوابگاه اولین خانه بطن مادر بوده است. بعد از آن که به دنیا میبیاید اولین طعامی که در دنیا تناول میکند شیر سفید مادر بوده است و اولین سرودی که گوش میکند آن علی زیبای مادر است و اولین خواب میرود بالای زانوی پای مادر است. مادر سرشبی حیات ما هستند. مادر چشمه مهر و محبت هستند و امروز همه فرزندان را مادر با یک مهربانی با یک زیبایی با یک مهنت حلال کلام کردند که همه آنها صاحبی کسب و کار و صاحبی بخت و عائله هستند. یکی از آنها امروز پاولو نمک، یکی از آن دیرکتورهای مکتب فرهنگ و معارف را برای خلق و برای تمامی جوانان می آموزانند. امروز زادروز مادر است. برای مادر نیت‌های نیک را می‌رسانید. مرحمت. Assalomu alaykum aziz mehmonon. Men rost gap 7 so'chut tojik gap nazarga. 外音模式。 Shuning uchun o'zbekcha gapiraman. Yoki ruscha gapiraman. Ruscha gapiraman, ruschaga tushunadi. Nima demoqchiman? Bugungi hayotimizdan men xursandman. Shu ayamni sog'ligi, zamonimizning tinchligi, nima niyat qilgan bo'lsa, niyatlariga oshsin. Zamonimiz tinch bo'lsin. Mana shu ayam 100 ga kirsin. Bizlar ham yoniga bo'laylik. 100 ga emas, 1000 ga kirsin. Nima inson niyat qilgan bo'lsa, niyatlarga erishsin. Nevaralari, bolalari boshida sog' bo'lsin. Faqat sog'lik tilayman. Rahmat. Hazır rahmat, teşekkür ederiz. Merhaba. Assalomu alaykum. Endi debaqshi uzr. Men tojikcha gapirishim mumkin, ozgina buzib qo'ysam endi uzr. Lekin mana sen ozgina narshina qilding. Sen tojikcha gapirsan, o'zbekcha gapirmoqchi edim. Endi men shu Xorazmdan men bilasizlar, ko'pchilik qarindoshlarimiz biladi. Men Shodat bilan turmush qurdik. Shu bizlar Xudo rahmatlik Farmon bobo shunga rozilik berdi. Endi men shuni aytib o'tishim kerak, bu yerda Xotam To'g'onli, Xotam To'rayevich deymiz, uni ham hissalari bor. Shu bizlar turmush qurishimizda shu sababchi bo'ldi. Men shundan juda ham xursandman. Taqdiri azal, demak menga shu to'g'ri bir men uchun omadli turmush o'rtog'imni tanlaganimdan men xursandman. Chunki men shu necha yillardan beri esimda ham yo'q, bir 40-50 yil bo'ldim, bilmadim. Shu Oqsayga kelaman, Oqsay men uchun bir ikkinchi vatanimga aylandi. Shu men shu momam shu 100 ga kirsin. Mana shu Mavlon do'stim desam ham bo'ladi, qaynaqa emas, birga o'qidik, jo'ram. Shu bilan mana shu xursandman, juda xursandman. Mana shu qishloqqa har yil kelaman, har yil juda xursandchilik bilan yuraman shu yerda. Shuning uchun momam 100 ga kirsin. Hammamiz birgalikda, sog'likda, tinchlikda, osoyishtalikda yurish hammamizga nasib qilsin. Hech kim kasal bo'lmasin. Hamma yaxshi farzandlarning rohatini, nevara chevaralarini rohatini ko'rsin. Shu jumladan Shodatni ham men tabriklayman. Shu bizlar ham 100 ga kirganda shu momam birgalikda bizlarni ham tabriklab o'tirsin. Rahmat katta. Rahmat. Marhamat. Shodat
Endi hech bo'lmasa sen tojikcha gapiray. Xorazmda yashasak ham esimda. از نام خداوند، از نام oilamon, از نام فرزندان، از نام kelon, از نام داماد مادرمون را تبریک میگویم. الهی sog' salomat باشن. پایکاشون کتی گشتیم، دستکاشون کتی اوقات خوردستیم، خدا شکر چشمشون کتی دیدستیم هممونه. هممون در پیشون مونیم، الهی sog' salomat باشن. خدا دادگیشون مردینن sog' salomat باشن. Rahmat. Qani bu farzandon? Rahmat. Yangam qani? Yangam chaqirilay. Avvalo assalomu alaykum mehmonon, mezbonon muhtaram. Ijozat farmoyed man onajonamro hamroham تبریک کردم و این از پیش از همه صحت سلامتی طلبم. دائما صحت سلامت باشیدون. آمدگی های همتون بر رحمت. من این خدمت رئیس یادم رحمت کلان دائم محبتی پاک خوشحال کتی زنده نصیب باشد صد در آمده خدمتی مویا کده گردم خدمت کسی هم خولیم سلامت باشن همین کس هست که ما گشته الهی صبر اولا السلام علیکم مهمانان از دور و نزدیک آمده خوش آمدید به درگاه مادرجان من. مادرجان من امروز زادروز دارم. در سن 80 سالگیشان ما همه فرزندان میخواهیم مادرم را تبریک گوییم. در سر ما دعاگوی شده پیر شده حضور نوره و ابره های دیده گردم همه وقت ساق باشند. رحمتی کلام خوش آمدید. اولا السلام علیکم مهمانان میزبانان خوش‌صبران عزیز. من امروز در این درگاهی فرمان بابای عزیزم شادروان که چنین بزم جمشیدی را در همین درگاه پیشواز گرفته ایستاده مادر کلانم الهیم 100 ساله شوند در سر فرزنداشان نیوره هاشان الهیم ساق و سلامت باشند. چی آرزو نیت کردگی باشند الهی همش جامعه عمل گردد. من از نام اویلایم یعنی از نام مادرم من اینجا که در همینجا خلام نشسته ایستادن از نام دوسته خلام تبریک میگویم الهی مادر کلان در سر هم آمان صحتمند و سربلند باشه. شعر میگم شعر خوانم در ثنای مادرم قیمت استیلا دعای مادرم نامونه کش دایم و ویردی زبان در سرم باشد هوای مادرم تا شود راهی حیاتی من سفید ریخت مویهای سیاهی مادرم زنده هستم از برای مادرم در امید آرزوی مردمی زبد می باشد صدای مادرم تکیه می کردم به مادر دایما تکیهگاهم شد عصای مادرم الهی 100 ساله شوید و بعد از آن پیر شوید مادر کلان عزیز. آیا باروس؟ Samarkand internasionalniy. Navdajekman. Ya hozir she'rni o'qib oldim. Jannatim onam deb yozilgan. 60 girib наконец men tushundim shu gapni. Jannat onani oyoq ostida deb aytiladimi? Ай, Матова, вы такие счастливые. Я так рада за вас, что у вас мама есть, живая, здоровая. И я так вписалась в эту семью, я так рада, что нас здесь принимают как родных. Вы реально как джаннатим. Biz gelamiz и радуемся тому, что у нас есть такие друзья, у нас есть бабушка. Желаю вам крепкого здоровья, чтобы bize ko'p yillar sizden dua alışqa imkoniyatimiz bo'lsin. Chunki sizning duolaringiz bizning qalqonimiz deb o'ylayman men. Защита от всех бед. Это радость, это счастье, это удача в этот день, когда мы берем благословение у своих родителей. Bizning baxtimiz sog'am ayring doimo.
sağ olun. Rahmet getir size. Rahmat, Samarqandimizga xush kelibsiz deymiz. Tashakkur, rahmat. Muallima. Marhamat. Assalomu alaykum mehmononi aziz. Hamma xush tavrakumon. Shogirdon. Man hami yangama az davri kudaki ham medonam. در موبایل یک دیوار است دیوار از روزی که تعلیم شده به همین درگاه آمدن جدا هم آدمی نست یگان کسا آزار ندادیم یگان حرفی خطا از دهان این آدمی تورد نشنیدیم من فقط آمده مشاهده میکردم کار میکردم مویهای جاروب دستها شاخه شده برای فرزندان کار میکردن یگان بار گپی مادر عروسشون را 2 تا نکردن فقط همسرشون پروانکم معلم بودن اساسا در مکتب بشدن بعدی مکتب هم رفته با کار میکردن محفل ها نگذراندن لیکن این زن هم کاری مردکی میکردن هم کاری زنانه میکردن و تمام عمر با مهنت حلالشون فرزندهای زیاد تربیت کردن فرزندها به بختشون هم ماشون خوندن عالم و دانا شدن دکتر میگید می معلم میگید می همه کسب و کارها رو صاحب شدن این البته وقتی مادر است نو شعری لایق خوندن مادرم با تشنه جانی یاد می آرم تو را مادرم با دلگرانی یاد می آرم تو را البته مادران آدمانی تبرکن حاضر مادرامون پیش نظرمون آمده ایستاده است در همین 2 چهارباغ کلان یگان بار جمع یا شر و شوره نفهمیدیم یا در بین کودکان یا در بین کلان سالان ما همه خیش و تبارای اتفاق هستیم همه خیل اتفاق مانیم الهیم ینگم بسد درایم اسد هم گذرم و دعاگوی همه فرزندکای عزیزشان دعاگوی همه پیشوای خلق خودمان شده گردم از همین امیدوارم از خداوند بزرگ به این کس عمری دراز رزق فراز و همه امیدهایشان بگذار عملی شود السلام علیکم به همه مهمانای آمدگی من این کسکتی یک یگانه اوسون دارم 2 کس اوسون ما همون اوسون ما از اول اپا خواهر دیگر اپا خواهر میگه یک دیگر کتی یگان گپی پست بلند نشده من امروز روز این کس بودیم من اول مادر همین کسا به یاد میارم گذشتگی مادرشونه به همون کس هم هزار رحمت ایرایم جایشون جنت شدگی باشد که همه خیل مادری همین خیل مادری خاکساری همه خیل براده به دنیا آوردن من این کس اون کس هم جاکاشون جنت شده باشن این کس هم همه خیل خاکسار با ادب با معنی در همین روزگار قصدی بلندی در صبر کده آمدن تا حاضر نکه فرزنده کلام کده ماهایم یک آیله برای میامده فقط خانه همینا برای دور همون یگان گپی نفهمیدیم یگان گپی بلند پستی و مخیل همه چیز در این کس صبری تا کرد یک خیال زندگی کرده آمدیم رحمت کلان از نام فرزندان از نام خودمان اولیاء خودمان از نام همه این کس به حسن جانم به رحمت کلان الهیم خدا دادگی عمر بینن سرخ سلامت باشن با درگاه همه من باشن الهیم همسایه های نه؟ همسایه حق خدا برای خاله جان الهیم صد داری با اسد هم گذاری الهیم وقتی فرزندا در وقتی همسایه ها در همه وقت یک سلامت باشید ما اول ینگم کدین همجه چند سال 45 سال من همیناده همسایه یگم وایشون نفهمیدم زنکی مهربان زنکی سادی دهاتی زنکی عاقله این خیل مادر پیششته سری تردون فرود آوردم در کار
الهیم خاله جان چی نیتایی که داری عملی کرده حضور فرزنداتون رو بینید شما در همه وقت همیشه صحت سلامتی بردباری میخواهم خداوند کریم یا بچه‌ی عزیز من مایت کردم پیش چشم شما کلان شد خدا شکر وقتای وزبینی و مغزی آمونده دوگوری هر یکی ماها شریک پشتمانی رحمتی میگفتم در باغ پرمون این یک گل نایاب این گل یک چند تا گلدسته پیدا شدگی همه وقت در سخنشان شدگی دوگوی همه ماندد از سر پشتمانای پیری ما دوگوی ما شما جایی که راه سفر برایم البته آمده دعاهای شما گرفته میریم همه وقت در وقت هممان صحت و سلامت باشید همه وقت در پیشگی خانه ها ما معرکه ها ما آراد و داشتیم این گروهی تشکیل کردگی حسنه کردم رحمت دیم خیلی همه خوشسان کردم میگردم افروستان اسکولا بوده ناظره اینجا حیاری نده اینو پیاری نده ناظره پا بیا اینجا السلام علیکم و همه اهل همه ضعیفکای آسان السلام علیکم ینگه جان الهی صد داره مزدفت را بره پرمانتاقام ندیده شما بینه الهی هم یکتون السلام من دیرتر اومدم که کاریاتون برشتگی باشه گفتن نه اون وقت استگم همیشه هم الهی صاف سلامت باشن سری فرزن داده عمرکای پرمانتاقام این کسته اون مریشت یعنی الهی خیلی میگن که زن اگر آتش نمیشد خام میمانده ما نارسیده بادهی در جا میمانده ما زن اگر با ما نمیبخشید کلام اولین به تخلص به نسب به نام میمانده ما یعنی یک میگویم همه فرزنده کلام کرده حضورکاشون بینه هم یک همون رنگ شما پیر شویم پیری به دولت شویم همه خیلی ایواره نیوردار شویم هم یک همون خدا نگهبان شود شما یک هم رحمتی کلام همه در اومده آقصای همه خیلی روزکای وی شوندن روزکای شوندن تبریک کرده میره ایلایم حضوری فرزندکاتون بینه که جای سفر کنه سفرکاتون به خطر شود رحمتی کلام از رحمت تشکر فهمت اولا السلام علیکم مهمانای عزیز من اولا انامی خودم بعد انامی آیلم انامی همه نبرکناتون جان تبریک میکنم الهیم 100 ساله شد بسرمون نبره هاشون بسر فرزنداشون سال سلامت اولان بار السلام علیکم و همه میمونم خوش آمدید خانم بزرگوی ما بیبی جان ما بدرایم در وقتی ما ساخت سلامت باشد در همه این نواره ها تویشانه دیده نواره ها هم تویشانه دیده هزار بدرایم هاش دخترم بریا باشه یا خیلی دیگه زمان گشتن زمان درگیر گشتن یا زمان نه کلتوری شما همین باشه یا جا باشه فرزندان نیواره تو همه شکنه چگو صد دنیایو درد نمیده من نمیخوام شما دکتر هم فکرم دکتر هیچ وقت کارشان شما با نگردن جوان مردمش نگردن امروز همه تبریک کردن البته این برای ما دشوار است گفتن بیبی جان از نام شادروان فرزند عزیز فرزند کلانی خاندان نورمانمک از نام آیله شان دلبرایتی از نام نبیره ها عزیز جان و انور جان شما را تبریک میگویم شما در سر همه فرزندان دعاگوی هستید و البته همیشه سایبان سر همه فرزندان شده گردید اکنون باشد با راهبری شما همه زنبانوان مادران رو برعکس تکلیف میکنیم همینجا با خیلی رقصیدن گریم رقصیده تبریک کردن میگیرن مرحمت سرود ها برای شمایان زادروز مبارک باشد مرحمت
انار انار بیا بالینم شبنم گلینا بیا بالینم ای انار انار بیا بالینم شبنم گلینا بیا بالینم Shona me oya, dar moye siya, shona me oya,
ناز باید انگیش دلر آها کنیم چیکار کنیم ناز باید انگیش دلر آها کنیم چیکار کنیم ناز باید انگیش دلر آها کنیم چیکار کنیم ناز باید انگیش دلر انگیش دلر انگیش دلر ناز باید انگیش دلر انگیش دلر 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 ناز باید انگیش دلر Başımdaki taç Küy alenge Yaynadı hıraç Tahtı devlet Başımdaki taç Küy alenge Yaynadı hıraç Ben istedik Yayıp kırk kulaç Devreler beye Oynasın anam Devreler beye Oynasın anam Köyler kurbe Oynasın anam اینک بیننده های عزیز امروز ما مادر کهنسال آقصای عزیز را نازیگل بیبی را در روز 80 سالگی سالگرد عمرشان تبریک کردیم. لحظه های خرسندی را همراهی شما با هم دیدیم. خدا کند عمر دراز پرمضمون و بردمی و صحت سلامتی ترک نسازد و همیشه در سر فرزندان سایبان باشند. با ما باشید. با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید. رحمت